سلام، سارا هستم. امروز میخوایم یه چند دقیقه رو با هم ورزش کنیم. خب تا اندازه عرض لگن هر کسی هم متفاوته. سرشون رو به سمت عقب چرخش میدی. قبل اینکه شروع کنیم به گرم کردن همیشه انقباض شکم و انقباض کف لگن داشته باش و کشیده بیس. سرشون رو به سمت عقب چرخش میدیم. 8 شماره تکرار. حالا میخوام سرشون رو به سمت گوش فرها کنی. دم و بازدم تو رعایت کن. دم و بازدم جاری. نفس بگیر، خالی کن. آخریش دم و بازدم. حالا من میخوام حرکت اسکات رو برم. از پهلو میرم، پا اندازه عرض لگن هست. دم میگیری، با بازدم یه نشست بکن. سر تو راستا، سر بالا نگه نمیداری. فاصله 4 سینه یک مشت بسته. دم میگیرید، یه دست به سمت جلو، یه دست به سمت عقب. فعلا دست به راست. 3 تا تکرار. 4 تا. انقباض داشته باش. دم و بازدم رعایت کن. هر حرکت رو 8 تا تکرار میری. سمت دیگه دم، بازدم، نفس، نفس، نفس بگیر. 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا. خب حالا میخوام همینجا بمونی. دست رو بذاری بالای رونت. دست رو سل میدی به سمت زانو پشت گرد. صاف. اگه سرخوردگی مهره و دیسک و اینا داری توی مهرات، این حرکت رو به حالت صاف برو. باسن رو به سمت عقب میدی و صاف میری. پشت رو گرد نمی کنی. اگه مشکلی نداری دست رو سر میدی، با سرگردن نمیدی. ببین فاصله چون و سینه حفظ میشه. دوباره صاف، دوباره پشت گرد. دم میگیری، فاصله زانوها حفظ میشه. قدت کوتاه بلند نمیشه. 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا. حالا میخوام دست رو در راستای سرشون رو نگه داری. پس اینجا حتما کمرت گود نیست. یه ذره لگن رو به سمت داخل بکش. گوده کمرت رو گود کن. دست رو در راستای سرشون رو نگه دار. دم بگیر. پای راست بالا، کف دست به سمت بالا میچرخه. کف دست به سمت زمین. قدت کوتاه بلند نمیشه. فقط پاشنه ها بلند میشه. هر پا، هر جفت پا که پاشنه بالا و پایین میره یه دونه حساب میکنیم. دم و بازدم، نفس، تکرار 6. نفس بگیر. تکرار 7. انقباض رو داشته باش. دم و بازدم جاری و تکرار 8. حالا میخوام همینجا بمونی. وزن رو بندازی روی پای چپت. داری نمیخوام کج بشی. کشیدگی رو داری. وزن رو میندازی روی پای چپت. نفس بگیر. پنجه پای راست روی زمین. دست کف دست به سمت زمین. پا رو به سمت بالا و پا رو وقتی میخوای بیاری بالا با 4 سن میاری. اینجوری پا رو بالا نمیاری. پا زاویه‌اش ثابت، انگار یه نخ بستن. اینطوری داره پا رو میاره بالا، داره پا رو میبره پایین. دست میاد کنار بدن. 3 تا تکرار. 4 تا. انقباض رو داری. دم و بازدم جاری. 2 تا دیگه. 8 تا. پا رو آهسته میذاری سر جاش. وزن رو میندازی سمت دیگه. پنجه پای دیگه به سمت زمین. دم بگیر. تمام نکاتی که واسه اون سمت رعایت کردی برای این سمت هم رعایت میکنی. این گوده کمر خیلی مهمه که حتما با یه چرخش کوچیک لگن به سمت جلو که بهش میگن تیلت خلفی، حتما اینو بگیر. نگه دار. دوباره کف دست به سمت زمین. انقباض داشته باش. نفس با بازدم. پا به سمت بال. دم و بازدم. 2 تا. انقباضات تو داری. سر در راستای ستون فقراته و تنفس جاری.
5 تا 6 تا 7 تا 8 تا کافیه. پا رو بذار سر جاش، بالا دم بازدم، برمیگردم اینوری میشم دوباره. پاها رو 7 تا 8 باز میکنی. میخوایم بریم کشش داخله رو. دست رو کنار گوش نگه میدارم. اینجا هم انقباضه رو دارم. لگنم برای خودش ول نیست. سعی کنم چرخش لگن رو داشته باشم. چرخش لگن به سمت داخل که گوده کمرم ول نباشه و کمر درد نشم. دم بگیر. بازم به سمت دست میرسه بزن. یه سمت فعلا میری. از پهلو میرم. از پهلو میرم. بازم به سمت عقب میره. زانو خم میشه. اینجوری چرخش لگن نداشته، چون بچه ها خیلی این حرکت رو اشتباه میرم. پس بازم به سمت عقب میره. یه پا صاف، یه پا خم. اون پایی که صافه نباید قفل باشه، حواست باشه. قفل یعنی چی؟ یعنی استخوناتو هم نرن. خب حالا از همین سمت میرم. قشنگ سینه باز، دم بگیر. انقباض چرخش لگن رو گفتم داشته باش. از اول میرم. 2 تا پشت صافه. 3 تا سمت دیگه باسن عقب، زانو خم. یه سمت زانو خم، یه سمت صاف. وقتی پا رو باز میکنی تا زب باز نمیکنی، بعد رو بدنت کنترل داشته باشی. دم میگیری، بازم نفس آخریش همینجا نگه دار. برو روی پنجه با کنترل. اگه میبینی فاصله پا زیاد کنترل نداره، فاصله پا رو کمتر کن. دست کنار گوشه به سمت بالا. نفس بگیر. شکم سفت. عالی. پاها رو 7 تا 8 جمع کن. برو بالا یه دم بگیر. بازدم. خب پاها اندازه عرض بگم. میخوایم بریم به سمت پایین. اگه کمر درد داری باسن رو میدی عقب 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 پشت صاف. دست رو میرسونی به زمین. گام برمیداری به سمت جلو میری و بیاب میشی. الان قسمت بیابش رو تو قسمت رول شدن میگم. اگه آسیب نداری سرشون رو چرخش بده. چونه به سینه نزدیک میشه. خودتو شل میکنی. اینه یه لباسی که روی رخت تنها پهنش کنی وله. بعدن شل پاهنده عرض لگن. چونه که تو سینه بود شل کردی خودتو. رول میشی. دست بزن برسی زانو خم. پس سر به سمت زمین. شکم رو صفر میکنی. اینجا لگن نباید این برون بره. بعد لگن رو با انقباض شکم کنترل کنی به سمت جلو. یه کشش و میری سجده. سرتو اینجا نمیندازی. میری تو حالت میز. تو حالت میز که رفتی دست در راستای سرشونه، استخونه رو در راستای لگن. این حالت رو حفظ میکنی. خب میخوام یه حرکت بگم واسه تقویت عضلات کمر، کسایی که کمر درد دارن. این حرکت خوبیه. اگه کمر درد داری 2 تا دست روی زمین. پای راست الان میخوام بلند کنم. پای راستی که میخوام بلند کنم اینجوری کج نمیشم. باید وقتی میخوام پای راست رو بلند کنم دست راست رو به زمین فشار بدم. شونه ها بعد وقتی از تو آینه نگاه میکنی توی یه راستا باشه. پای راست رو میبری، پنجه‌ش رو میذاری زمین و به سمت بالا میبری. اینجا هم کنترل گوده کمر خیلی مهمه. پا رو تا جایی میبری که گوده کمرت خیلی بتونی گوده کمرت رو کنترل کنی و گوده کمرت بازی نکنه. این برای کسی که کمر درد داره. کسی که کمر درد نداره دست و پای مخالف روی زمین. من این سمت رو میرم که شما لگنم رو ببینید.
الان من پا رو گذاشتم، لگن اینطوری نباید افتاده باشه، لگن سر جای خودش، سر تو راستا، قشنگ انقباض، نفس، دست و پا کشیده و با هم به سمت بالا میبریم. نفس بگیر. این هم هر سمت رو میتونی 8 تا بری، اگه در توانت هست میتونی 15 تا بری و اگر باز تواناییش رو داری میتونی 2 تا ست 15 تایی و 3 تا ست 15 تایی. همه اینا بستگی به این داره که شما مبتدی هستید، پیشرفته هستید، آسیب دیده هستید و همه اینا بستگی داره. اگه زانو دردم هستی میتونی مت رو تا کنی، زیر پات بذاری و بری توی پوزیشن و حرکت رو بری. خب این حرکت خیلی خوبه برای هم تعادلیه هم برای کمردردی خیلی خوبه. خب این حرکت دیگه که میخوام بگم این هم مال کمردردی، برای کمردردی خوبه. رو شکم میخوابیم، پاها رو رو شکم میخوابیم، دستان زمین نرید، رو شکم میخوابیم، دستان اندازه عرضشونه، پا اندازه عرض لگن، یا میشه گفت دست اندازه عرض مت، پا اندازه عرض مت. اگه گردن درد داری میتونی یه قدر دست رو بازتر کنی و هر چقدر که دست رو باز بود پا هم قدر باز کن. اندازه دست و پا باید یه اندازه باشه، هر چقدر دست رو باز میکنی فاصله پا هم باید همونقدر باشه. اگر کمر درد داری بازم پاها رو یکم باز کن، از عرض مت و عرض لگن بیشتر باشه، توی همون حالت نگه دار. بازم میگم اندازه فاصله 2 تا دست با 2 تا پا و یه اندازه باشه. اگه پاتو بیشتر باز کردی دستات هم بیشتر باز کن، ولی در حالت کلی بعد دست اندازه عرض مت یا اندازه عرض سرشونه و پا هم اندازه عرض مت یا عرض لگن باشه. سرتو نمیندازی نگاه به سمت مت، سرت اینجوری افتاده نیست، سرتو در راستای ستون فقرات نگه دار. پای چپ کشیده، دست و پای مخالف رو با هم بلند میکنی میبری زمین. میتونی یه سمت تو بری 8 تا تکرار. نفس بگیر، دم بازم رعایت کن. سمت دیگه هم همینطور، دوباره سمت دیگه هم 5 پوینت دم بازم. من اینجا به خاطر کلاهه یه ذره دم بازم. نفس بگیر. خب این هم یه حرکت خیلی خوب برای کسیه که میخواد عضلات کمرش رو تقویت کنه و یه حرکت خیلی خوب برای کمردردیه. پاها رو جمع میکنی، شکم صفر، یه موج میدی و به سمت بالا میای. بعد از انجام این حرکت حتما باید سجده بری. تو سجده هم گفتم سرت نمیفته، انگشت شستت هم میتونی به هم بچسبونی. به این حالت اگه زانو دردی باسن رو به پاشنه نمیرسونی یا تو ویدیو قبلی